نیتی روزه عرفه نیت همین چه نیت میکنیم همین؟ هیچی نمیگویید، همین شبانه نیت میکنید که پگاه من روز عرفه رو روزه میدارم. تمام. بعد خفتن بعد ساعت 12 شب دهنه بسته خوره میشدن بامداد اینجا ساعت 2:55 با خفتن قریب میشه 12 آخر شب با. برادری عزیز، روز عرفه در یک سال یک بار است، بهترین روز است. شما حرکت کنید روز عرفه علکه نماز بامداد در مسجد خواندن به و از همین دمیدن صبحش که دهان بستید علکه لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر گفتن به شروع کنید. خواباتون بیادم در همون بال سنگ است، پال است، همین خیلی جاها خواب کنید تا یگان 10 دقیقه تا همون خواب خودتون تا از پا نافتاند خواب نکنید. همیشه با گفتن دعای و عبادت مشغول شد. مثلا کسانی که پولش هست، شرایطش هست، شکمش سیر، مشکلی ندارد، همیها دعا نمیکند. چون که مردم ما همین خیلی شدگی است، تا همین مجبور نشود دعا نمیکند. آخی اللهی که تو را امروز به حاجت کرده است، آخر تنی صحت، قد و قامت زیبا، پول و مال، پدر و مادر، همه چی داری، برای چی روز عرفات تلفن بازی میکنی، خواب میکنی؟ بنابراین برادر، روزی من پگاه بر وقتر بعد خفتن خواب کنیتون، خیزتون سحری کنیتون. سحری اگر چی مثل یک دانه خورما باشدم، خورما کدی سحری کردن ثواب است. یعنی هم میخورید هم ثواب میگیرید. خورما یا پیاله آب خورید، هم سحری کردید، هم نماز ویتر میخوانید، هم دعا میکنید، هم همین کتی عرفات داخل میشد شما بیدار استقبال کردیم. وقتی اذان روز عرفه شما الکی بیدار هستید، همین که عبادت شروع میکنید. یک روز خلاص برادرها، تا بگاهی کوشش کنید همین راه گشته باشدم، ذکر کنید، عبادت کنید، این روز غنیمت دانید. همین که باز 300 چند روزی دیگه با عرفه ندارید. شاید عرفه آینده هستیم یا نیستیم.